مثل خودم هست. امروز به من اومده میگه گردنت را کشام، من هم میکشایم. چه خیلی گفتن فردا اینها چیزی دیگر طلب میکنن. چگونه که گفتن کرته و اطلس، کرته اطلس کرته ملی هست. امروز دیدید کرته های اطلس چگونه هست؟ کرته های اطلس مینی یوبکه هست امروز در تاجیکستان. یعنی نامش اطلس است، لباس برهنگی و شرمندگی هست و یگان نفر در این باره صحبت نمی کند که این گویا لباس ملی بوده است. 100 سال پیش بی ما ببخشید با اطلس های مینی بر آمده در کوچه راه می رفتند و می گشتند که ما همین گونه فرهنگ داشته. امروز آمد زور همه رسید به حجاب، آن هم به حجاب دو سه خواهر پاک دامن، نه به دو سه بلاگرانی که حجاب را مسخره گرفتن یا به دو سه نفران دیگر که من شخصا میشناسم، آنهایی که در کرسی می نشینند، مقام های بالا هم دارند، زنی حجابدار دارند، عروسی حجابدار دارند، خواهری حجابدار دارند، کسی به آنها چیزی نمی